کنند که در ماه مبارک رمضان آیا کسی که سحری نمیخورد روزش درست است یا نیست؟ و بسیاری ها تنبلی میکنن یا خواب زیاد دارن، نمیتونن بخیزن برای خوردن سحری. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بر ما میفرمایند شما سحری بخورید، چرا در سحری برکت است، در مالتان، در جانتان، در زندگیتان، در اولادتان، حتی در عبادتتان برکت نهفته است. وقتی پیغمبر بگه در فلان عملی خیری برکت است، کی باشد که کوتاهی بکنه از انجامون؟ و بسیار راحت است. یعنی لازم هم نیست که اگر کسی قدرت و توانایی نداره یا برش سخت مشقت تمام میشه که سحر بخیزه، ولو اگر به یک جرعه آب هم بنوشی به نیت سحری کفایت میکنه، یک دانه خرما هم بخوری به نیت سحری کفایت میکنه، اما بس کفایت میکنه. طرف مثلا یک لیوان آب کنارش گذاشته، وقتی تایم سحری بیدار میشه همون آب میخوره، پس میخوابه سر جاش، اما اجر و پاداش سحری را کسب میکنه. اما بهتر و احسنتر است عزیزان من که در این یک ماه مبارک رمضان کوشش کنیم برای خود یک تقسیم اوقات منظم داشته باشیم. اگر در غیر رمضان تهجد نمیخوانید، در ماه مبارک رمضان کوشش کنید از این فضیلت محروم نشوید. نماز تهجد بخوانید، ولو حتی اگر 2 رکعت هم توانایی دارید، 2 رکعت هم اگر وقت دارید، وقتی که از خواب بلند میشوید دست رویتان میشید، یک وضوئی میگیرید، بالاخره 2 رکعت نماز تهجد میخوانید، بعد میرید سر سفره غذا مینشید. وقتی میگه برکت است در سحری، به این معنا که اگر کسی درست از سحری استفاده بکند، شما تصور بکنید وقتی شب میخوابه به نیت بلند شدن به سحری، این خودش یک خیر و یک عبادت